البته ما نمیگیم پیوندار، ما یک ملت هستیم، من آچم میگم تم آچم میگی، من آپم میگم تم آپم میگی، چی خیلی تم میگی چی خیلی من میگم، ما مشکل نداریم. شما دو بدخشان دارین، اون طرف بدخشان این طرف بدخشان، ما یک مردم هستیم. ولی کی مایده گندمه که کی امضا میکنه؟ یک تاجیک امضا نمیکنه، یک هزاره امضا نمیکنه، یک ازبکستان چرا قطع کردن؟ ایره یک افغان می امضا میکنه، دیورند خطی دیورند امیر عبدالرحمن خان امضا میکنه. ما 13 امضاهای مرزی و ارزی داریم، یک کیشه یک تبار غیر افغان امضا نکرده. یعنی وطن ما را اینا پارچه پارچه کردن، قلم کردن. زبان ما تو دانی و خدا در تاجیکستان میگن زبان تاجیکی است، در کشور ما میگن زبان دری است و در ایران میگن زبان ایرانی است. این یک زبان پارسی است. اون حافظ شیرازی را که یک تاجیک میخونه، یک خراسانی هم میخونه، یک ایرانی هم میخونه. اون مولانا جلال الدین محمد بلخی همین گونه است، اون سعدی همین گونه است، اون حافظ همین گونه است، رابعه بلخی همین گونه است، ترچستا و اوستا و زردشت کروش کبیر و جمشید بزرگ یک از سامانی ها از ما هستند. ما از سامانی ها هستیم، زبانشان زبان ما است، فرهنگشان فرهنگ ما است، دیدشان دید ما است، نگرششان نگاه، چشماندازشان. ما یک ملت بودیم ولی قلم شدیم. روسا که است تاجیکا را قلم کردن، افغانا فارسی زبان در خراسان و اعراب که از ایرانی ها را قلم کردن. انشاءالله نسل ما یک نسل وارونه هست، یک نسل پسا ساختار گرانه است، یک نسل نوین است، یک نسل دانشگاهی و متخصص است. سال گذشته از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شدم. این نسل شلاق خورده، این نسل زجر دیده، این نسل مصمم است اون پیوندهای هویتی تاریخ با هم بیاره و ما انشاءالله خدا خواسته باشه اون اروپای اتحادیه اروپا را ما هم اتحادیه فارسی زبانه و اتحادیه که از همچنان جنوب آسیا را که از تشکیل میتیم.